ببین درست 10 سال پیش بود، 16 سالم بود، با دایم میشستیم شطرنج بازی میکردیم. همیشه یادم اینو به من میگفت واسه زدن یه سرباز پیزوری شاه و وزیر تو به خطر ننداز. این یعنی یه دونه حرکت بدون استراتژی تبعات داره. تو دنیای محتوا هم دقیقاً همینه. یه حرکت بدون استراتژی و اشتباه ممکنه تبعات جبران ناپذیر بر داشته باشه. ساخت ویدیوی فان، ویدیوی زرد، مستهجن، شوخی‌های جنسی، اینا دقیقاً همون حرکت است که ممکنه کل لشکر تو به باد بده. فرض کن یه املاکی داری تو یه جای خوب از شهر، اومدی همش ویدیوی فان ساختی. خب تو چجوری میتونی یه ملک 40 میلیاردی رو به یه شخصی بفروشی که اون پول داره؟ به خاطر سبک محتوای لو لولی که داشتی، خب اون اصلا تو رو دنبال نمیکنه که بخواد ببینه تو ملک 40 میلیاردی داری یا نه. رولکس کجا تبلیغ میکنه؟ زمین تنیس. کیا میرن بازی تنیس رو ببینن؟ قطعا پولدارا. پس حواست باشه که به خاطر زدن یه سرباز پیزوری شاه و وزیر تو به خطر نندازی. ما هم کار اصلیمون تو آکسو رکورد منتورشیپ محتوا و کسب و کاره. صفحمون رو دنبال کن، به بقیه ویدیوام یه نگاه بنداز، قطعا به کارت میاد.